سلام، من محمد دژندم. امیدوارم حالتون خوب باشه. اومدم با معرفی یه میکروفون یقه‌ای کاربردی. یه میکروفون بیسیم دو مخاطبه با قابلیت ضبط صدا روی کارت حافظه. دکمه اختصاصی برای ضبط صدا، دارای گیره مغناطیسی با قابلیت جداسازی و استفاده آسان، باتری لیتیومی داخلی با کیت شارژ پورتابل USB-C. میکروفون بیسیم یقه‌ای از برند لنزگو مدل 348C. بریم با هم دیگه آنباکسش کنیم. ظاهر این میکروفون خیلی شبیه رود وایرلس گوه و کارای این دو میکروفون خیلی شبیه همدیگه است. علاوه بر این قابلیت ضبط صدا رو کارت حافظه هم توی این میکروفون وجود داره تا ضبط صدا رو حین برنامه پوشش بده تا در صورت از دست رفتن سیگنال وایرلس صدا همچنان ضبط بشه. صفحه نمایشگر گیرنده این میکروفون دارای نمایشگر TFT که قدرت و سیگنال گیرنده و فرستنده، حالت ضبط، حالت مونو و استریو و اطلاعات باتری رو روی نمایشگر به ما نشون میده. پشتیبانی از کارت حافظه. این میکروفون علاوه بر ارسال سیگنال صوتی روی گیرنده قادر صدا رو جداگونه روی فرستنده هم ضبط کنه. برای این کار شما باید یک کارت حافظه میکرو اس دی تهیه کنین و اون رو روی فرستنده قرار بدین. اسلات کارت حافظه این میکروفون از یک کارت 32 گیگ برای ضبط پشتیبانی میکنه و به نظرم مشکل تداخل سیگنال و ضبط از دست رفته رو توی این میکروفون حل میکنه. کلید ضبط خارجی. این میکروفون روی صفحه فرستنده یه دکمه اضافه داره که میتونه ضبط پشتیبان رو شروع یا متوقف کنه. کافیه 5 ثانیه اون رو نگه دارین تا شروع به ضبط کنه. برای قرارگیری راحت فرستنده روی هر نوع لباسی، مخصوصا تیشرت که قبلا برامون دست و پاگیر بود و سخت بود، از یه گیره مغناطیسی استفاده کرده این میکروفون که خیلی راحت اونو میتونید به هر لباسی یا هر جایی بستش کنید. قاب شارژ پورتابل. یک کیت شارژ قابل حمل که اون شارژر دست و پاگیر 3 سر شارژ 3 سر کابل رو حذف میکنه و از یه سر شارژ و یه سر کابل برای شارژ کردن میکروفون استفاده میکنه. این باکس علاوه بر اینکه از میکروفون‌های شما محافظت میکنه، قابلیت شارژ رو تو هر مکانی به شما میده. بدون برداشتن میکروفون‌ها از کیس، شما میتونید به هر دستگاه صوتی مشترکی وصل بشین. انتقال بیسیم دیجیتال 2.4 گیگاهرتزی با رمزگذاری 128 بیتی صدای شفافی رو تو هر شرایطی به شما ارائه میده و تو محیط‌های متراکم وای فای و بلوتوث مثل مراکز خرید، هتل‌ها، رستوران‌ها، مترو عالی عمل میکنه. یه نکته راجع به حالت مونو و استریو. حالت مونو و استریوش فقط تو ورژن دابلش، یعنی دو فرستنده و یک گیرنده کار میکنه. دو حالت ورودی الگوریتم کاهش نویز مستقل داره. 7 سطح کاهش نویز برای خروجی صدای واضح‌تر داره. همچنین وجود خز بادگیر صدا اونو برای محیط‌های شلوغ و فضای باز خیلی کاربردی کرده. این میکروفون یه میکروفون کاملا کاربردیه. شما میتونید برای پخش زنده یوتیوب، برای اینستاگرام، برای ضبط ولاگ
برای مصاحبه، پادکست، عروسی و غیره از این میکروفون استفاده کنید. این میکروفون میتونه به هر دستگاهی که از رابطای 3.5 میلیمتری استفاده میکنه کانکت بشه. شما میتونید اونو به دوربینای هوشمند، موبایل، لپتاپ، کامپیوتر، دستگاه‌های ضبط صوتی، حتی دوربین گوپرو البته با استفاده از مبدل‌های مخصوص خودش متصل کنه. محمد نژاد